فکر میکنم که اگه بخوان خونه داره با خونه داره ازدواج کنم، پول داره با پول داره، بی سواده با بی سواده توی زندگی نمیشه. بهتره که با سواده با بی سواده ازدواج کنن، پول داره با پول نداره ازدواج کنن، خونه ندارن با خونه داره، که این دیگه رو بتونن رو به راه کنن. از نظر من این بهتره. اگه یه دو نفر اگه بخوام دوتا خونه داشته باشن با هم ازدواج کنن، خب این که نمیشه. سرشون رو بذارن تو این خونه، پاشون رو بذارن تو اون خونه. بعد میگم آقا میتونن؟ نمیتونن، ولی میتونن یه خونه رو پاشون رو دراز بکنن، اون یکی رو هم اجاره بدن. نمیتونن. نمیتونن. که خب